وقتی که افکار و احساسات خودمون رو مشخص میکنیم و روی کاغذ میاریم، در واقع داریم با کیهان صحبت میکنیم و فرکانسی رو به اون ارسال میکنیم و پاسخهای شگفت‌انگیزی رو دریافت میکنیم. انسانهای بزرگی مثل آنتونی رابینز، بیل گیتس، ایلان ماسک، مارک زاکربرگ و خیلیای دیگه دلیل موفقیت خودشون رو مکتوب کردن خواسته هاشون عنوان کردن. امروز میخوایم بررسی کنیم که چطور میتونیم از تکنیک نوشتن به روش دکتر جو دیسپنزا برای جذب هر چیزی که در زندگی میخوایم استفاده کنیم و نتایج فوق‌العاده‌ای بگیریم. پس با من همراه باشید. دکتر جو دیسپنزا میگه افکار شما قدرت دارن، کلمات شما هم قدرت دارن، اما وقتی که رویاهاتون رو مینویسین عمیق‌ترین خواسته هاتون مشخص میشه و وقتی که کائنات متوجه درخواست شما بشه، اون وقتی که جادو شروع میشه. یه لحظه فکر کنید، چند بار شده یه جرقه الهام بخش برای زندگی بهتر به ذهن شما اومده، ولی چون اونا رو جایی ثبت نکردین از بین رفته و هیچ اقدامی انجام ندادین؟ چند بار شده تصمیمی بگیرید ولی چون هیچ جا ننوشتید برای اون هیچ قدمی بر نداشتید؟ وقتی می نویسید تعهد میدید که افکارتون رو به دنیای فیزیکی بیارید و اونا رو تبدیل به یک مرئی کنید. اولین قدم برای تحقق رویاهای شما فقط نوشتنه. شما با دستان خودتون جادو میکنید وقتی که اهداف خودتون رو مشخص و یادداشت میکنید. مثل اینه که شما بذر گیاهی رو میکارید. همونطور که یه دونه به مراقبت و توجه نیاز داره، نوشته های شما هم به توجه نیاز داره. وقتی به اونا توجه میکنید، ایده هایی برای رسیدن به اون اهداف به شما الهام میشه و نشونه هایی میبینید، با وجودی که قبل از اینکه شما چیزی بنویسید هم این نشونه ها بودن، ولی شما توجهی به اونا نداشتید. اما الان که هدف گذاری کردید و نوشتید، خیلی راحت نشونه ها رو میبینید و ایده هایی به ذهن شما میاد که قبلا به اونا فکرم نکرده بودید. در نتیجه زندگی شما تغییر میکنه. اینطور نیست که کائنات برای شما کاری انجام بده، نه، بلکه شما هدایت میشید به سمت راهی که انجام دادن اونا شما رو به هدف نهاییتون میرسونه و شما کارهایی رو انجام میدید که با نوشته هاتون هماهنگه. مثلا می نویسید من میخوام کسب و کار خودم رو راه اندازی کنم. ناگهان همه جا فرصت های شغلی جدید رو میبینید. با مقاله های در مورد کارآفرینی مواجه میشید که تا حالا ندیده بودید. وقتی که افکار خودتون رو روی کاغذ میارید، ارتباط عمیقی بین ناخودآگاهتون و کائنات شکل میگیره. در فرایند نوشتن اهداف ما به نوعی به مغز مسیر میدیم که قصد داریم به کدوم سمت حرکت کنیم. زمانی که لیست اهداف رو واضح می‌نویسیم، در ذهن ما ثبت میشه و از طریق سیستم RAS مغز تمرکز بیشتری به اون میده و زمانی که مغز تشخیص بده موضوعی مهمه، اطلاعات اطراف رو غیر مهم جلوه میده و اونا رو در حاشیه میذاره و فقط به اطلاعات اصلی و مهم توجه میکنه. در مورد موفق ترین افرادی که میشناسید فکر کنید. به نظرتون اونا به طور تصادفی به موفقیت رسیدن؟ هرگز. اونا چشمانداز روشنی از اون چیزی که میخواستن به دست بیارن و داشتن. حاضرم شرط ببندم از زمانی که چشمانداز خودشون رو یادداشت کردن، دریافت معجزات و الهامات به اونا شروع شده. مسیر براشون روشن شده. تنها کاری که اونا بعدش انجام دادن اقدامات عملی اون ایده ها و الهامات بوده. پس نوشتن اهداف مثل برنامه‌ریزی برای یه سفره که شما مقصد رو مشخص و شروع به حرکت میکنید. پس با جدیت تمام برای رسیدن به مقصد که همون هدف نهایی هر کسی هست، بیایید و شروع به نوشتن اهداف و برنامه‌های زندگیتون کنید تا با سرعت بیشتری این مسیر رو طی کنید و
از اون لذت ببرید. ازتون میخوام در مورد زندگیتون خوب فکر کنید. شما چه رویاهایی توی ذهنتون دارید؟ میخواید زندگی ایدئالتون چطور باشه؟ فکر کنید یه چوب جادویی دارید که اگه اونو تکون بدید همه رویاهاتون محقق میشه و میتونید اونا رو لمس کنید. اون چوب جادویی قلم شماست که وقتی خواسته ها و رویاهاتون رو یادداشت میکنید به کائنات دستور میدید که با ذهن شما هم فرکانس بشه و سیگنالی هماهنگ با اون خواسته شما باز ارسال کنه. یادتون باشه دوستان، نوشتن قدم اوله. شما با نوشتن فقط مسیر رو مشخص میکنید. بعد باید شروع به حرکت کنید. یعنی اهداف نوشته شده خودتون رو مرتب بخونید و تجسم کنید که به اونا رسیدید. اجازه بدید این کلمات وارد ضمیر ناخودآگاه قدرتمندتون بشه و برای رسیدن به اونا برنامه ریزی کنه. اینجا ضمیر ناخودآگاه شروع به هدایت اعمال و رفتار و تصمیمات شما میکنه و افراد و موقعیت‌های مناسب با خواستتون رو به سمت شما جذب میکنه. شما رو در موقعیت‌هایی قرار میده که زودتر به هدفتون برسید. توی این زمان شما ایده هایی به ذهنتون میاد که تا حالا بهش فکر نکرده بودید، یا چیزایی میبینید و میشنوید که تا الان نه میدیدید و نه میشنیدید. عزیزان، به چطور رسیدن به اون خواسته ها فکر نکنید و فقط به قوه شهود خودتون اعتماد کنید. افراد زیادی هستند که به خاطر ترس از شکست و ترس از موفقیت هیچ وقت اهداف خودشون رو نمی نویسن. وقتی که اهداف خودتون رو یادداشت می کنید، در حال به چالش کشیدن افکار ترس و شکست هستید. ممکنه هر چیزی در زندگی شما تغییر کنه، اما شما به طور معجزه آسایی با اونا روبرو میشید و به افکار ترس و شکست خودتون نشون میدید که قوی تر از اونا هستید. نوشتن اهداف شهامت میخواد، چون شما به جهان هستی اعلام میکنی که من اینا رو میخوام و جهان به این شجاعت شما پاسخ مثبت میده. درهایی رو برای شما باز میکنه که شما حتی فکر نمیکردید وجود داره. این درها فقط وقتی باز میشن که شما درخواست کنید. وقتی که اهدافتون رو مینویسید به کیهان دستور میدید که کدوم درها رو براتون باز کنه. نیاز نیست از کلمات خاصی استفاده کنید. فقط واضح و روشن بگید که چی میخواید. اگه شما اهدافتون رو ننویسید به مرور از بین میرن و دیگه یادتون نمیاد که چی میخواستید. ولی وقتی که مینویسید اونا رو با کائنات به اشتراک میذارید. الان رسیدن به اون اهداف به 2 قسمت تقسیم میشه: سهم شما و سهم کائنات. کائنات به شما نشونه هایی رو نشون میده و شرایط و موقعیت هایی رو فراهم میکنه در راستای رسیدن به اون اهداف و شما باید با توجه به موقعیت ها و نشونه هایی که کائنات براتون فراهم میکنه تصمیمات و کارهایی رو انجام بدید که به اون اهداف برسید. این اقدامات عملی شماست که اون خواسته ها رو وارد زندگیتون میکنه. کائنات چون که شما ازش خواسته بودید فقط راه رو بهتون نشون میده. نکته مهم اینه که شما باید هر روز این اهدافی که نوشتید رو مرور و تجسم کنید و احساس رسیدن به اون خواسته ها رو واقعا حس کنید. این کار باعث میشه شما در طول روز اقدامات و تصمیماتی در راستای رسیدن به اون اهداف انجام بدید و همینطور به کائنات هر روز دستور میدید که موقعیت‌ها و شرایط رسیدن به اون اهداف رو به شما نشون بده. این کار مثل آبیاری یه بذری هست که کاشتید. باید هر روز اونو آبیاری کنید تا رشد کنه. شما با تجسم و مرور اهدافتون به فردی تبدیل میشید که به اون اهداف رسیده. افکار شما، اعمال شما و وجود شما شروع به هماهنگی با اهدافتون میکنه و جادو اتفاق میفته. این فرایند یه شبه اتفاق نمیفته.
این یه سفری هست که با نوشتن شروع میشه و با تکرار و تجسم و رفتار و اعمال شما در طول مسیر تکمیل و خواسته هاتون محقق میشه. در طول مسیر رسیدن به اهداف باید توجه کنید که قدم‌های کوچیکه که قدرت داره. وقتی که اهدافتون رو یادداشت میکنید و اونا رو به قدم‌های کوچیک تقسیم میکنید، اونا دیگه ترسناک نیستن و قابل انجام دادن هستن. بعد از انجام دادن قدم‌های کوچیک، اونا رو روزانه و هفتگی بررسی کنید تا پیشرفتتون رو ببینید. اتفاق شگفت‌انگیز اینجا رخ میده و شما میبینید که چقدر به هدفتون نزدیک شدید. پس دوستای عزیزم، برای اینکه با هم یه تصمیم جدی بگیریم و شروع به نوشتن اهدافمون کنیم، بیایید زیر این ویدیو بنویسید: ثروتی از خلاقیت درون من جریان دارد.